این لحظه‌های خاطرمند و فراموش نشونده برای همین ورزشکاران خوش‌طالع بار اول در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال از روی گشتن ملی چمپیونات جهان برگزار گردیده ایستاده و تقدیم مدال‌های افتخاری از جانب خود جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای این نفران خوشبخت خود یک شرف است. اشتراک پیشوای ملت در این چهاربینی سطحی بلند فضای طلا را به یک تنتنه تبدیل داده است و در پیشروی استقلال میهن تنها همین را میگویم که پرچم از باد پرافشان تاجیکستانی صاحب استقلالم. همین طور هم شد. 3 مرتبه پرچم ملی تاجیکستان بالا رفت و سرود تقدیرساز طنین انداز گردید. اما قبل از شهر دادن مراسم جایزه سپاری و هنرنمایی ورزشگران ما را میباید اطرافی مراسم افتتاحی چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری معلومات داده باشیم که تهیه همکارمان بختیار ستارزاده چنین است. حضور پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به چمپیونات جهان شهامت آورد. تهیه نمایش فرهنگی تئاتر کننده شده کمیته تدارکات حتی نمایندگان کشورهای اشتراکچی را به وجه آورد. قرائت شعر مصرع از کتاب شاهنامه بزوال فردوسی که به ما آشنا و به برخی از خارجیان نافهم بود ولی لباس ملی برآمد پیران کاردیده و نسل نورس نوازش اسبابهای موسیقی خلق تاجیک به همه روشن بود. بعدا پرچم‌های زیاده از 60 دولت قاره به تابلوهای الهیده معرفی گردیدند و سپس رقابت‌های دور نهایی هم شروع شدند. در روز اول که میبایست 4 وزن 3 وزن میانی مردان و 1 وزن میانی بانوان صورت گیرد، پرچمبرداران تاجیکستان بار دیگر ثابت کردند که این نوع ورزش قدیمی مال ماست. چرا که زیر وزن 65 کیلوگرم مولا رجب خلیفاєв مدال طلا به گردن آویخت و شهباز سعید ابراروف زینه سیم را کسب کرد. مسعود احمدزاده و میرزا جمیل رمضانوف که زیر وزن 71 کیلوگرم هنر سنجیدند یک مقام اول را کسب کرد و میرزا جمیل به زینه سیم برآمد. میانی بانوان شاهد قلندر و برای کسب مدال طلای چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری نسبت به نماینده جمهوری ازبکستان اشتراکچی بازی‌های المپیک پاریژ 2024 و چندین کرده قهرمان جهان رقابت ارزنده نشان داد ولی تجربه کار خود را کرد. در وزن جمعی 95 کیلوگرم کسی باور نداشت که نمایندگان دیگر کشورها با این ورزشگری عظیم‌جثه رومینیایی رقابت ارزنده نشان میدهند. حتی شریف جان نظریف با تجربه خوبی ورزشیش در دور یک چهارنهایی با او روبرو آمد و ناکام گشت. رقابت نیمه‌نهایی را ورزشگر نامآور تاجیک شکرمحمد میرمحمدوف و نماینده رومینیا جلو بخشیدند. هرچند ورزشگری ما از لحاظ جسم نسبت به رقیب فرقیت داشت ولی این به شکرمحمد مانع شدن نتوانست. اما مشکلی ورزشگری رومینیایی را پیش آمد. 5 کرته قهرمان جهان اوید به کورش نماینده ازبکستان محسن اسامیدینوف در فینال شکرمحمد را رقیب شد. برای پیروزی ورزشگران البته تجربه نقشی مهمی بازد ولی کارشناسان خارجی سبب مغلوب شدن محسن را از دست شکرمحمد در شکست خوردن ورزشگر عظیم‌جثه رومینیایی می‌بینند. اما این مظفریت تاریخ خود را دارد. سال 2016 طبق سفر کاری خود در شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان وقتی که به سرور دولت یک تکی گوشتینگیری پشاندن اون کس یک تکی گوشتینگیریشون رو با غالب انمون نوروزی سال 2016 با شکر محمد میر محمد سپاریدن و با او گفتن که وقتی که من به شما یک تکی خودم را میدیم پس شما عهدهدار باید شوید که چمپیون جهان شوید و خوشبختانه چطوری که شما امروز شاهد گشتید شکر محمد میر محمدوف وعده و جناب عالی داده را اجرا نمودند. در برای اولین بار برگزاری چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری در تاجیکستان اولین مدال‌های طلایی قهرمانی جهان را این ورزشگران موفق که وزن 65 کیلوگرم را معرفی کردند از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قدردانی شدند. همزمان در برابر مدال‌های طلا باز مبلغ پولی در 4 کاتگوری وزن‌ها برای زینه سوم 5000، زینه دوم 10000 و مقام یکم $20000 آمریکایی تقدیم کرده شد. در انتها به ورزشگر سنگین وزن تاجیک شکرمحمد میرمحمدوف برای هنرنمایی عالی و ارزنده کمربند چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری سپاریده شد. چون امروز شما در وزن جمعی 95 کیلوگرم برآمد کردین با کدام ورزشگر بسیار مشکل بود رقابت کردن؟ راستی گفت هم رقابت مشکل همین آخرون بود در نزد
пешвои миллат номуси тоҷикиро нишон додем ва сазовори ҷои якум шудем. Ҳама чи рақобати мушкил ҳамин буд. ҳамин тариқ дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ тими мунтахаби кишвар ба гирифтани 6 медал даст ёфт ки ин натиҷа аз ҳисоби умумӣ даставӣ тоҷикистонро садрнишин кард. дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон мебояд дар 5 категорияи вазнҳо рақобатҳо доир гарданд. бовар дорем ки парчамбардорони мо рӯзи дуюмро низ тиллоӣ хоҳанд кард.